بیایید فرض کنیم فرازمینی ها به زمین بیان و یک منبع انرژی پاک نامحدود رو بهمون بدن. ما هم به جای کشتن همدیگه برای به دست آوردن این تکنولوژی تصمیم بگیریم که بلافاصله تولید کربن دی اکسید تو کل دنیا رو صفر کنیم. فرض کنیم این منبع نامحدود انرژی خانه ها، صنایع، ماشین ها و هواپیماهای ما رو تامین کنه و نرخ سالانه تولید کربن دی اکسید به طور ناگهانی صفر بشه. اگر ما همین فردا سوزوندن کربن رو متوقف کنیم، آیا آب و هوا به طور ناگهانی به همون شرایط طبیعی خنک‌تر و پاکتر قبل از انقلاب صنعتی برمیگرده؟ در جواب این سوال باید بگیم نه دقیقاً. آب و هوا به تغییرات خودش ادامه میده و دما برای قرنها بالا میمونه. متاسفانه متوقف کردن تمام آلاینده ها به طور ناگهانی جلوی گرم شدن بیشتر زمین رو نمیگیره. یکی از دلایلش اینه که طی 15 سال گذشته 90% گرمایش اضافه زمین به داخل اقیانوس ها رفته. 10 سال طول میکشه تا اقیانوس ها گرمتر بشن، ولی زمانی که دیگه گرمتر کردن اونها رو متوقف کنیم، اونها شروع میکنن به پس دادن حرارتی که تا اون لحظه جذب کرده بودن. میتونیم بگیم مثل یه ظرف آب جوشه که حتی بعد از خاموش کردن شعله زیر اون هم حرارت میده، چون که آب آروم گرم میشه، آروم هم سرد میشه. این گرمای داخل اقیانوس ها به آرامی باعث گرمتر شدن کل حجم آب میشه و طی قرنها منجر به بالاتر اومدن سطح آب اقیانوس ها میشه. دلیل دیگه ای که زمین گرم میمونه اینه که مولکول های کربن دی اکسید که باعث 80% گرمایش زمین هستن، برای مدت بسیار طولانی توی اتمسفر میمونن و به راحتی حرارت دهی خودشون رو از دست نمیدن. دمای کره زمین از زمان انقلاب صنعتی تا الان مثبت 8 درجه سلسیوس تغییر کرده. اگر ما همین فردا تصاعد گازهای گلخانه‌ای رو متوقف کنیم، اول گازهای گلخانه‌ای با عمر کوتاه‌تر مثل متان و نایترس اکساید از بین میرن که خود این مسئله باعث میشه که طی 100 سال آینده دمای کره زمین 5 درجه سلسیوس کمتر بشه. ولی کربن دی اکسید که یک مولکول با ماندگاری بالا هست، تا 2000 سال دیگه زمین رو گرم نگه میداره. در نهایت ممکنه حدود 100,000 سال طول بکشه که میزان کربن دی اکسید به میزان خودش قبل از شکلگیری صنعت برسه. ممکنه یک کم این اعداد ناامید کننده باشن، ولی قطعا استفاده از یک سیستم انرژی پاک که نیاز به سوزاندن کربن نداشته باشه مزایایی داره که خیلی سریع میشه اثرات اونها رو دید. مهمتر از همه سلامت خودمونه، این که دیگه مجبور نباشیم به جای هوای پاک دود نفس بکشیم. قطعاً اگه هرچه زودتر بتونیم جلوی بیشتر آلوده کردن کره زمینمون رو بگیریم، نسل‌های آینده‌مون میتونن توی محیط زیست خیلی پاکتری زندگی کنن. تولید فولاد به شیوه فعلی جزو صنایعیه که بیشترین مصرف انرژی و بیشترین تولید کربن دی اکسید توشون اتفاق میافته. حالا جالبه بدونید که از ابتدای سال 2020 تا همین الان چیزی حدود 1,500,000,000 تن فولاد تولید شده و همینطور در حال افزایشه. در فرآیند تولید هر تن سیمان 630 کیلوگرم گاز کربن دی اکسید ناشی از کلسیناسیون آهک آزاد میشه و همزمان 310 کیلوگرم انواع گازهای آلاینده ناشی از سوخت کوره و سوخت مصرفی برای تولید برق هم اضافه میشه تا در مجموع به ازای تولید هر تن سیمان 94 صدم تن انواع گاز آلاینده وارد محیط زیست بشه. این فقط خلاصه‌ای بود از آلایندگی فولاد و سیمانی که توی تولید بتون نقش اساسی داره. پیج ایگرگ رو دنبال کنید. در قسمت بعدی این مجموعه آموزشی تولیدات کارخانجات برای ساخت و ساز و پسماند اونها رو به طور مفصل بررسی می‌کنیم.